سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به ویدیو. امیر اسماعیل هستم. بچه اومدم با فول گردونه بی پی 50 متیک. بچه‌ها این اولین ویدیو یوتیوب منه. امیدوارم که منو لایک کنید، سابسکرایب کنید و ازم یکم حمایت کنید من برم بالا. سعیمو میکنم هر ویدیویی که نیازتون باشه براتون بذارم. کلا ویدیوهای گیم پلی میذارم، کال آف میذارم، مثلا گیم پلی بتل رویال میگیرم براتون میذارم با فرندام. حالا آره دیگه، خلاصه حالا میریم بچه واسه فول گردونه بی پی 50 متیک. اولین گام متیک اکانت منه. میریم واسه فول گردونه. بچه ها اینم اکانت منه. یه سی نگاه کنید، سیشون نگاه. دختره رو بتل پس دادم. عشق و حال. این هم یه نمایی از بی پی 50 متیک ویدیوشه. عجب ویدیویی هم داره خدایش، چقدر زیباست. خدا وکیلی اسکینش که خیلی قشنگه. اسکین خدای حقی داره. من اسکینشو از گانش بیشتر دوست دارم. خدا وکیلیش بهتون بگم. اسکیپ کنیم. خب اینم گان لول 8شه. 8 کیل بزنی مثلا اینجوری میشه. یه نگاه به دنسش کنیم. عجب چیزی، خدا وکیلی. بریم فقط سریع اسپیناشو بزنم. من خیلی هیجان دارم. یه دارم عرق میکنم، انقدر هیجان دارم. گرمم هست، دارم میترکم. دنس بده. دنس رو حداقل اسپین اول دنس رو بگیرم خیلی خوبه. کالین کارت. کالین کارت قشنگه، ولی من کالین کارت قشنگتری دارم نسبت به این. حتی درخواست ندارم. بریم بزنیم. فکر کن الان مثلا یهو مثلا اسکین در بیاد، وای خیلی خوب میشه خودش. گان در بیاد که دیگه بقیه اسپینو رو اصلا نمیزنم من. ولی در همچین اصلا امکان داره، ولی باید سفید باشی دیگه. کنه الان اسپین چندمه دارم میزنم؟ اسپین سومه. اسپین سوم زنگیل بهم داد. زنگیل این چیه اسمش اصلا؟ جاسویی چیه؟ اسمش خدایی نمیدونم بچه. 120 سی پی واسه گردونه گردونه میگم، واسه اسپین چهارم. نتم هم خراب شدی دارم. درست شد. یه ساعت داره میچرخ. دنس رو داد. به به. دنسر گرفتم خدا وکیلیش. ولی به اسکینم دنسه نمیاد، به همون اسکین گان متی که میاد دنسه. به این دختره میخوره خیلی گنگ باشه، ولی این دختره یه پرنسسیه. یه واسه اسپین بعدی بهم نایف داد. چه نایفی هم هست. نایف بود یا چیز بود؟ کلاس بود. نه نایف بود. کلاس بود یا حسین نایف بود. یه واسه اسپین چندم، پنجم، ششم. اسپین ششم میزنیم. بعد اسپین ششم گانشو در آوردیم. گان خدای قشنگی هم. من گانش خدایی راضیم. گان اپیک خوبی داره. نایفش خیلی قشنگه بچه‌ها. من نایفشو از همه بیشتر دوست دارم. نایفش قشنگ‌تر است. خدایی اصلا من نایف انقدر قشنگ ندارم. نایفش خیلی خوبه. میریم واسه اسپین. نایفو بهم بده. نایفو داد. دمش گرم. حرفمو گوش داد. میریم واسه اسپین. 3 تا کلان اسپین مونده. فکر کنم الان گانو در بیارم. تو رو خدا گانو بده. گانو بده جان من. گانو اسکینم بدی راضیم به خدا. نداد. ولی عجب نت لجند بود هایی. همیشه بالاخره الان یه دونم میده. فکر کن گانو بده به خدا. 2300 تا سی پی جلو میافتم میام کنم. واسه نمیزنم. واسه یه دونه اسکین پیک 2700 سی پی نمیارزه. اسپینو بزنیم و بگیریم به خدا. فقط من بی پی 50 رو در بیارم خیلی خوبه. یه دونه بی وای هم همین الان براتون میزنم، ولی نشد. بی وای لجند رو بزنیم. حیف شد به خدا. 2300 تا سی پی الان واسه اسپین آخر. چرا دارم باز باگ میزنم؟ وای خدا. بگیریم
عجب چیزیه خدایی، عجب چیزیه. من برم اینو اتچشو بشینم برم بتل رو جر بدم. اتچشم بچه براتون میذارم داخل یه ویدیو بعدی، یه اتچ خوب براتون میذارم، عکس، یه دونه عکس بگیریم، اسکرین شات بگیریم. تا ویدیو بعدی بچه، خدا نگهدار.